هی چه خبر بچه‌ها، دکتر قلب هستم. خوش اومدید به یه ویدیو جدید. داخل این ویدیو میخوام آموزش هکر پول جی تی ای رو بذاریم. خیلی راه ساده، کلا بدون برنامه چیت انجین نیاز داریم. پس یادتون نره قبل ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو دانلود کنید و نظراتتون رو بنویسید. قبل از هر چیزی برنامه چیت انجین رو دانلود کنید. می‌نویسید دانلود چیت انجین، میزنید داخل سایت ساختنامه‌اش به نظرم دانلود کنید. من جدیدترین نسخه‌اش رو گذاشته. اینجا برنامه رو دانلود میکنید. حالا من دیگه دانلودش نمی‌کنم چون قبلا دانلودش کردم. بعد اینکه دانلودش کردید برنامه رو باز کنید. من یه دونه باز کردم. اینجا یک عکس مانیتوریه. خب Organic ketchup. اینجا یک عکس مانیتوریه. خب اینجا اینو باز کنید، روی جی تی ای وی کلیکش کنید، برند فاتو وی اوپن بزنید. خب بعد وارد جی تی ای ویتون بشید، گوشیتون رو باز کنید، برید داخل اینترنت. اینجا به قسمت مانع انسر وای برید داخل بورس. اینجا این بورسشه. خب میاد اینجا قسمت مارکت، یکی رو کلیک میکنید، چند تا میخرید. حالا هر چقدر دوست داشتید، اصلا مهم نیست چند تا میخرید. من 15 تا من خریدم کانتین، الان من خریدم اینجا 15 تا. خب حالا میاد دوباره داخل برنامه چیت انجین. اینجا یه جای نوشته هکس، اینجا 15 رو وارد میکنید. فرست اسکن رو میزنید، وایسی تا کامل بشه. خب ببینید اینجا خیلی پیدا کرد. ما الان نمیدونیم کدومش مال بورسه. برای اینکه بفهمیم چیکار میکنیم، دوباره میریم داخل گوشیمون، میریم چیکار میکنیم، وای یه مقدار دیگه باز میخریم و هر چقدر دوست داشتید بخرید. بعد اینجا حالا نام کنید چند تا داریم، 32 تا دارم. میام اینجا 32 رو باید کنم، ولی دیگه این دفعه اینو نمیزنید، نکست اسکن رو میزنید. این دفعه چند تا آمد؟ خیلی کم شد. حالا یه بار دیگه هم میاد همچین کاری انجام میدید، چند تا میخرید. حالا چند تا دارم؟ 38 تا. اینم اینجا 38 تا رو وارد میکنم. این مقداری لگ هم نمیدونم چرا. نکست اسکن میزنم، 2 تا آمد. اینجا چک میزنید، هر عددی که دوست داشتید وارد کنید. دوباره اینم چک میزنید، هر عددی که میخواد وارد میکنید. خب حالا این چقدر میشه؟ 3 رو میزنید. نام کنید مقدار بورسمون چقدر شد. حالا سل آلو میزنیم، کانفیرم. چقدر پول داریم؟ من بیرون هم قسمت اینترنتش نمیاد بیرون. چرا؟ نام کنید پول او شد 2 میلیارد و 147 میلیون و 483 هزار و 601. این از آموزشمون این ویدیومون بود. پس یادتون نره که حتما کار ما رو دنبال کنید و لایک کنید و نظرتون رو بنویسید. و اگه آموزش خواستید برای من داخل کامنت رو بنویسید، چون من حتما کامنت ها رو میخونم و براتون آموزشش رو 100% میذارم. پس تا ویدیوی بعدی خداحافظ.